دعا کرد که پدر و مادر خود را یا یکی از اونها را در حالت بزرگسالی دریابه و با حد نیکی هایی که به اونها نکرده باشه خود مستحق جنت نسازه. یعنی یک نفری پدر و مادرش در بزرگسالی دریابه و به اونا به این اندازه نیکی نمیکنه که مستحق جنت شوه، یعنی حقشان ادا میکنن، خب به اون اندازه نیک مستحق جنت شوه. به این مت یک انسان هم جبرئیل دعای بد میکنه و رسول الله هم آمین میگه. در جمع اینها یک نفر، او نفر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ماه مبارک رمضان را سپری میکنه خو هنوز هم گناهانش باقی هست. بسیار گپ خطرناکی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جبرئیل دعا کرد بر علیه او انسانی که ماه مبارک رمضان را سپری کرده هنوز هم گناهانش باقی مونده. حالا شما فکر بکنین، شما و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده باشین که رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش میگه در روز جمعه یک ساعتی هست که دعا رد نمیشه، هیچی، هر کس که دعا بکنه حتما دعا از او قبول میشه. و خیلی از علما میگن که اینمی ساعت دعا بیشترش